السلام علیکم دوستان خود. من در اول از همه جمعیتگان این تشکر میکنم. این شما بوده و گفتشوری شما بود که همین سفر را شما با فکر من و باوری کامل من رغم کرده. شما بوده با همین گفتشوری خودتان که همین نهادهای داخل همین کشور اجازه ندادن رحمانوف به این خاک وارد شد، چون او تشریف دولتی نداشت، او سفر خدمتی و دولتی نداشت، فقط میخواست به خاطر ترغیباتش در یک تشکیلات جمعیتی شرکت کند و از آن در تاجیکستان ترغیب کند که محض پافشاری همه شما در اینجا جمع شدگان بود که همین کار صورت نگرفت. و این یکی از پیروزی های کوچکی است که همین مردم اینجا جمع شده به دست آورده و انشالله آن روز دیر نیست که همین مردم با همین تعداد و چندین کرات با زیادتر در تاجیکستان استاد می شویم و در تاجیکستان آمده از حق خود و شهروندان خود دفاع میکنیم. و من میخواستم اینجا بچه هایی که به زبان آلمانی و انگلیسی شعارهای خوبتر پرتاید فرض کرده، من میخوام بگویم که رحمانوف را خوش آمد نکنه. یعنی این برای ما در اینجا جمع شده نه به پیام به رحمانوف دادن، ما پیام به آلمانی ها دادنیم که و غربی ها دادنیم که همین خیلی دیکتاتور باید در همین خاک کشورهای آزاد پایش را نمانند و در اینجا خوش آمد نشود و همین شعارها را ما باید پرتاییم و در همین جا میخواستم که همین خیلی شعارها را در همین جا پرتاییم تا که همین برادرایی که همین صاحبخانه هایی که میزبانانی که در اینجا ایستادن بدانند که ما چی میکنیم. و بار دیگر از همه شما تشکر میکنم و همه دوستانی که میخواهند در اینجا سخن کنند بیاید داوطلبانه سخن کنید و شاید سخنهای نوتر و بهتری از او رو پیدا کنید. تشکر بار دیگر. نیست بار دیکتاتور.